یک دادستانی دوشنبه از دادگاه تقاضا کرد که اکمل یوسفزاده پدپلکوونیک وزارت کارهای داخله را به 20 سال زندان محکوم کند. این افسر بلند رتبه بر ربودن و قتل یک آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. رادیو آزادی جزئیات این قضیه را فهمید و همکارم میرزانبی خالقزاد برای شرح بیشتر همراهی ماست. میرزانبی، در همین قضیه سوالی اساسی به جواب است که اکمل یوسفزاده برای چی آموزگار را ربوده با دستانی بسته به دریا پرتافته است؟ سلام زرنگیز و درود بینندگان عزیز. بله، اخیراً دادگاه عالی به خبرنگار رادیو آزادی اجازه داد که در مرافعه اکمل یوسفزاده اشتراک کند و از این طریق ما جزئیات قضیه را فهمیدیم، آگاه شدیم. روز 23 فوریه دادستان در دادگاه گفت سبب این حادثه رشک افسر یوسفزاده به همسرش بوده است. با گفته دادستان، افسر چند مراتب مکاتبه های همسرش را با آموزگار اسماعیل رحمانوف در فیسبوک دیده، اخیری را آگاه کرده است که دیگر به همسر او پیام های عاشقانه ننویسد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت و همکار اسماعیل رحمانوف بوده است. نزدیکان رحمانوف این دعوا را رد می‌کنند و میگویند آنها تنها همکار بودند. در پرونده جنایتی آمده است که اکمل یوسفزاده نیمه شب 12 ایون سال 2023 اسماعیل رحمانوف را از نزد قرطابخانه مسلم دوشنبه ربوده و با دستان بسته به دریای پرتلاطم فان می‌پرتاید. جزئیات تازه این است که افسر بجز از آدم ربایی اینچنین به کشتار نیز متهم می شود و از روی این دو اتهام دادستان برایش 20 سال زندان طلب کرده است. خب، با گذشت 7 ماه از حادثه نزدیکان افسر در این باره صحبت نکردند. آیا آنها در دادگاه چیزی گفتند میرزانبی؟ ببینید، وکیل دفاع اکمل یوسفزاده در دادگاه گفته است افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت است و تنها میخواست انیق کند که میان همسر او و اسماعیل رحمانوف چی رابطه ای هست. البته وکیل دفاع برای اثبات گفته‌اش دلیل مستحکم پیش نآورده است و از دادگاه تنها خواسته است در وقت تعیین جزا 2 فرزند نابالغ و همچنین خدمت‌های اکمل یوسفزاده را در مقامات کارهای داخلی به اینابت گیرند. در نظر است که این هفته خود یوسفزاده سخن آخرینش را در دادگاه بگوید و حکم صادر شود. حکم کسی که وظیفه‌اش حمایت و محافظت شهروندان بود. آنگونه که میدانیم زرنگی است، ربودن و کشتن اسماعیل رحمانوف در شبکه‌های اجتماعی سر و زیادی حرفای زیادی را به پا کرده بود و کارمندان اداره انتظامی تاجیکستان نیز از این چیز آگاه بودند و این سر و صدا در تقریبا تمام گوشه‌های تاجیکستان برانگیخت. بله، تشکر میرزانبی. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که آموزگار دانشگاه تجارت اسماعیل رحمانوف را 12 ایون سال 2023 ربودند و تا حال جسد او پیدا نشده است.